یک صبح زیبای دلانگیز و این سبزه‌های عزیز و نازنین. دوستان عزیز، اینها برای کسانی که دارای قند خون بالای هستند بسیار بسیار شفابخش است و در کتاب ابوعلی سینا هم در مورد این سبزی که ریحان هست مطالب زیادی آورده شده. این ویدیو فقط و فقط جهت مشاهده شما و به جهت اینکه اول صبح یک صبح خوب و دلانگیزی داشته باشید براتون گرفتم. انشالله که از دیدن این سبزه های زیبا خوشتون بیاد و تماشا کنید و یک روزی پر از انرژی رو سپری کنید. دوستان میدونید که ما تمام انرژی های خودمون رو از طبیعت میگیریم و اگر این طبیعت انرژی ها رو به ما هدیه نده ما هیچ گونه انرژی در وجودمون نداریم. همه اینها دروغ هست که میگن با غذا و با دارو و با این مسائل ها میشه انرژی بگیرید. نه، ما فقط از طبیعت میتونیم که انرژی های خوب رو دریافت کنیم، انرژی های مثبت رو دریافت کنید. انشالله که شما هم با دیدن این تصاویر زیبا بتوانید انرژی های خوبی رو دریافت کنید. هدف من خوشحالی شما، هدف من دیدن زیبایی هایی هست که خداوند آفریده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند لحظه دیگر هم تصاویر رو مشاهده بفرمایید. این لوبیا سبز عزیزان که اینجا جوانه کرده و چقدر زیباست. اینا همه لوبیای سبزه که تقدیم شما دوستان خوب نازنینم.